وحیدم. منم حسنم، به چنل نور خوش اومدید. امروز اینجاییم با ریاکشن به تبلیغ‌های فوق سمی که گفته شده به ما که خیلی چیزی سمی توش از هر نمونه آره. یکی دوتا هست. حالا نمیدونیم ترسناکه، نمیدونم چه جوریه. سمیه دیگه، عجیب غریبه فکر آره. کنم. دیسترب. من یکی دوتا سبک‌های مختلف اینجوری آره. بارها دیدم. خب مثلا تو اینستاگرام یا مثلا میگم بند شده مثلا تلویزیون، مثلا دیگه نداشتم پخش بشه. اصلا نمیدونم. حالا ببینیم این چقدر سمیه. امیدوارم قابل پخش در یوتیوب باشه. و قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما همین الان ویدیو رو لایک کنید و ما رو سابسکرایب کنید. دمتون گرم. تبلیغ بگیتینگه. آره. ببین چجوری سمش کردن. ایوه دلش خواست. بابا میگم چی افتاد رو زمین؟ ای وای میخزه. مار شد. چرا اینجوریه؟ خودشو میکشه بالا آقای دیگه. نه نمیشه، باید درست کرده باشه اینطوری. خیلی دلش بریگه میخواد. اوه ایوه نه جدی پیتون شد. وای منم یه جور میشم. من فکر کنم آرزو هر کسی که بتونه برگر کامل قورت داد. آقای چرا اینجوری بود؟ خودش هم گفت برگر کینگ هم مثل یک مار میخورن میبلن. چرا این چیزی درست کرد؟ و میخوام سوالم اینه، حالا ما اینا رو الان برامون فرستادن تو تلویزیون پخش میشد که اجازه پخش میگرفته؟ یعنی معلومه مثلا مال سال 2003 4 چه معلومه قدیمیه ویدیو. این تبلیغات چی میساختن؟ من قبلا یه دونه مارمولک بود، حالا نمیدونم برام تو این سریال گذاشتن یا نه. بگو ببینم کدومه؟ یه دوتا عاشقن جدا میشه مثلا صفحه میفتن پایین. آره منم دیدم. حالا نمیدونم اونو گذاشتن، اگه گذاشته باشن خیلی باحاله. همون مردونه چیزه؟ رافائل بود؟ قرمزه چه اینجوریه؟ قرمزه ای وای اوه زبانم قاصر است. چی بود؟ چه سمی بود؟ ای وای میتونیم برگردیم به قبلش، حداقل به تبلیغ یک فقط فکر بکنیم. من راجع به این نمیخوام اصلا فکر بکنم. لاکوشن اینجا رو من دوست داشتم. وایسا من دیگه نمیتونم خیارشور بخورم. نه خیارشوره اونا فرق میکنه، ولی حالا میخوایم راجع به چیزی صحبت نکنیم. یه چیزی که هستش. چرا خیارشور رو خراب میکنم برای ما؟ خیارشور چرا؟ ما لاکوشن اینجا کارتون بچگی ما پسرا بوده. شما که دیگه اصلا نمیدونی خیارشور رو چقدر خیارشورش بودی بود؟ چقدر اون سه تا منتظر رو ببینه چی میشه. این چیه؟ ترسناک. اوه یه زمان خیلی میگفتن تبلیغای ترسناک درست میکردن اینایی. آه چه کانجرینگه؟ چه با کیفیت درست میکردن. آره پدروانیه. گیریک خونه قدیمی ها مشکل ساز. نه توی خونه ها خود فیلم های ترسناک چرا تو واقعا؟ ولی کیفیت الانش از فیلم ترسناک جدید بهتر شده. آفرین آره. اون آقا دیگه باز قدیمی. به شبیه جنگیری درست کردن. آره آفرین. چرا؟
چطوری همچی چیزی به ذهن یارو رسیده؟ میخواد بگه اینقدر جارو برقی نبی آدم فهمیدم. ولی سوالم اینه که ادامه شد دختر افتاد. سوالم اینه که چطوری این خیلی آخه دور از انتظاره. ببین قبلی ها میگه اوکی سم بود دلش کن. این خیلی دور از انتظاره که تو چسبیده به سقف یارو فیلم ترسناک با جارو برقی و همین رو با هم ترکیب کنه میشه همین چیزی. خدای خیلی مغز یارو. ولی تبلیغ خوبی بود. تبلیغ خوبی با کیفیت بود. یعنی از تبلیغاتی که به یادت میمونه. یعنی مثلا میخوای بری جارو برقی بگیری همیشه به ذهنت هست یه جارو برقی رو ببینی. آره. و یه چیز باحالی که باحال که عجیب. مثلا دقت کرده باشی خب اینا تبلیغی که تو تلویزیون نشون میدادن. خب مثلا اینجوری بوده که تبلیغه وقتی تو تلویزیون همه سنی دارن نگاه میکنن. برای همین بند میشدن. آره موضوع اینه که همه سنی نگاه میکنن. خب مثلا فیلم ترسناک تلویزیون اگه می‌خواست همیشه نشون بده اینجوری بود که مثلا ساعت 10 که بچه احتمال بیدار بودنش کمتره. خب نه خب ببین اینا همینه تبلیغات خیلی‌هاش نمیشه تبلیغات بند شده یعنی که از روی تلویزیون مثلا بعد چند بار پخش برداشتنش اونا نه بخاطر اینکه توش یه چیزی بوده که نه بخاطر اینکه چون تبلیغه یعنی ممکنه به قول تو هر کسی تو هر تایمی ببینه اونا مثلا واسه تبلیغ مناسب نیست. Got anything to eat? I'm faced. Boy. Hiya, handsome. چرا؟ We could use a snack. You need to relax. I'm on a route to the kitchen. Hiya, Joe. You got anything to eat? چیپسه؟ I got these Eagle snacks. چیپس میخوام. Eagle خدا. snacks. You feed your face. چرا قدیم این شکلی بودن؟ چرا اینقدر سمی بودن؟ چرا ترسناک؟ مشکلشون چی بوده؟ یعنی من بچه بودم اگه اینو میدیدم میدونم مثلا من خودم از چیزایی میترسم میدونم که این تو ذهنم میموند. مثلا قبلی هم من همین حرف رو داشتم میزدم. آره چیزی که هست اینه که این زمان واسه شون چیز جالب و بامزه بوده یعنی مثلا ما الان بهش میگیم ترسناک فریکی فلان اینو واسه شون توی نبوده این حالتی که دلغکای خیلی وحشتناک دعوت میکردن تولداشون خیلی عادی بود. میکی موس قدیمیش چقدر ترسناک بود. دیزنیلند قدیمیش چقدر ترسناک بود. واسه به این میخندیدن شاید وحشتناک بود. واسه به نظر ما الان دیگه عجیب و مثلا خنده‌دار نیست. یه دلغک توشه. Pack of cigarettes? You need a little more, honey. سیگار میخواد. پولش کمه. خب بیشتر رفت ایو! ای وای. What's a pack of smokes cost? Your smooth skin. See you again. Smoking causes wrinkles that age you prematurely. What are cigarettes costing you? تقاسش قیمتش پوستتونه سلامتیتونه ولی میفهمم چرا دیستربینگ بوده برای تلویزیون اون دلغک بیرونی از همش بدتر بود من فکر یه چیزی راجع به اون الان میدوه دنبالش نمیدونم یه چیزی اونطوری تبلیغ ببین میفهمم میخواسته چی کار کنه آره میخواسته بگه سیگار ضرر داره الان هم زیاد دور از چیز نیست نه واقعا حرفشون ولی نوع نشون دادنش میفهمم چرا جز تبلیغای اذیت کننده بوده. من یه تبلیغی بود دیدم توی اینستاگرام که مثلا داشت همین رو نشون میداد مال اون خیلی شدیدتره واقعا قدیم نشون میداد حالا الان رو نمیدونم مثلا اینجوری بود که مال ما رو نشون میداد که مثلا روی پاکت سیگار عکس مثلا ریه قبل و بعد رو میذارن که مثلا اینجوریه مال اونا اینجوریه که عکس تیکه عمل جراحی ریه خون و اون و اینا مثلا روی جلد سیگاره بود حالا نمیدونم الان هم اینطوریه یا نه ولی اون موقع مثلا اکثر بوده این چرا باید اونجوری باشه اگه یادت باشه بین یه سالهایی فکر کنم مثلا از مثلا 1997 8 تا 2005 6 یه ذره من خودم خوشم میومد از اون دوران یه ذره حالتی بود که زیاد خیلی هم دیگه مردم ناز و سافت نبوده مثلا اینطوری داشت که همه مقصدهای نهایی فیلم ترسناکی بود که همش برای اون موقع پیچه و برای اون موقع اره اون موقع اومد اولین یا مثلا نمیدونم اره تگزاس چیزای ترسناک مایکل مایرز فکر کنم حتی سری فیلم‌های اسکری موویز کمدیه که مثلا میشد با همه چی شوخی کرد خط قرمزه الان همه چی خط قرمز خیلی چیز بود و میشد با همه چی آره مثلا
و واقعا یکی از دوران‌های طلایی بود آره. چون بیشتر چیزای خاطر آور قشنگ مال همون زمان. کمدی قشنگ موقع برای همون دوران. فیلم‌های ترسناک قشنگ. الان به وقت دست رو هیچ چیزی نمیتونه بذاره، یا به کسی برمیخوره یا یک چیزی رو مثلا یک خطی رو رد کردی. آره. نمیخوام. خب این ترسناک اصلا میگم باشه. رینگه. You must stop. You must stop. Now. Bananas are for monkeys. Stop eating the monkeys' food. میگه که موز غذای Stop eating میمونا the غذای banana میمونا after نخوری. working out. Kano maxes twice the carbs and 20 times more protein. Stop eating my food. انرژیزا بود فکر کنم. فکر کنم تبلیغ انرژیزا بود که مثلا مانکی میمونه خودشو جا داده یه چیز ترسناک که میگه موز نخورید که مثلا غذای ماست. ولی من واقعا صحنه‌اش یعنی اگه بچه بودم باز بچه بودم من می‌ترسیدم. من خودم واسه اون سالی که اینا بند شده اگه بچه بودم این لحظه آخرش رو می‌دیدم واقعا مطمئنم. آره فهم می‌کنم. الان خب مثلا الان فیلم ترسناک رو خب می‌شینی می‌بینی بعضی موقع اینجوری داری پوکر فیس نگاه می‌کنی. نه. Drink your milk, kids. I don't want milk. Milk's for babies. Well, yeah. Well, I happen to know that milk helps build strong bones. So drink up. Well, Mr. Miller told me he never drinks milk. Look at him. Oh, that's not good. حتی خودش دید اعتقاد نداشت فقط گفت که بچه ها بخورم ببین کارم تأثیر گذار بود. آره برای بچه تأثیر گذار ولی واسه همه تأثیر گذار مامانم فیلیک کرد چون شیر خورد. دهنه؟ چشش دهنه؟ ای وای چشش دهنه. چرا؟ خیلی دارم اذیت میشم. آره. تبلیغ بستنیه. چه رسی به بستنی؟ اصلا جندش هم شد. چیه؟ آیس کریم فهمیدی؟ ببین کیک نه بودم رد The world's most famous وای ببین من این اسباب بازیه. Now you can own this legendary toy for just این توی کارتون اسباب بازی ها Charlie Chimp. خیلی ازش میترسیدم. همه ازش میترسیدن. خیلی ازش میترسیدم. من که سنشون خیلی بالا بود نمیترسیدن. And shiny real metal symbols. But that's not all. Order Charlie Chimp today and receive free shipping and free batteries. چرا همچین چیزی رو به عنوان عروسک با مزدگی و مثلا a $50 value all for just $29.95. $29 بدم واسه گیفت. Limited time free shipping offer. Visit چرا تموم نمیشه؟ تموم شد. فهمیدیم چه کوفتیه. 8844788333. $29.50 8833. نه این یادمه تو کارتون اسباب بازی ها همه ازش میترسیدن. آره. همه ازش میترسیدن. من یک سن بالا میشه کسی میدید سن ما که اون موقع کم بود همه ازش میترسیدن. بعد دقیقا همین ببین کار ندارم دقیقا که هر چی فیلم ترسناک میخوان درست بکنن برمیگردن رو قدیم. خب به خاطر که همه چیزو خیلی مزخرف درست میکردن، همه چیزو ترسناک درست میکردن، عروسکا، اسباب بازی ها، هر چیزی میبینی خیلی فریکی بوده. من فقط میخوام ویدیو تموم شه. یه ذره از ویدیو فوبیات هم بدتر شده. آخه اذیت کننده است، حتی ترسناک فقط نیست، اذیت دارم میشم. یه دونه ویدیو داریم که الان لینکش هم میذارم این بالا.
الان میاد. که به فوبیای آیدا ریاکشن رفتیم و بیشتر ریاکشن رفته دیگه. اگه میخوای ترسیدن آیدا رو ببینی همین الان بزنید و اون ویدیو رو نگاه بکنید. وای عروسکه. چرا؟ پیسیریه؟ کیفیتش یاوونه آره پیسیریه. پیسیریه یه بچه خدا ای بای چرا؟ این چی بود؟ چرا؟ طبیق PS3 بود چرا همچین چیزی نه معنی داره نه چیزی فقط ترس داشت هیچکی به کنسول نمیتونست نگاه بکنه این الان یعنی چی مثلا؟ طبیق PS3 بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم دیگه نه PS3 بود نه خب اینم رقیبش برای تخریبش چیزی درست نکرده ایکس باکس اون زمان نیومده اوه عروسک هم زمانی که آنابل درست کرده بودن اونطور ها؟ الان این صدای خنده شما جست این هم جست نشد اون اول این تصویر شده اوه حرفت چی اینجوریه به خود زیاد نزدیکش نکن به خود زیاد نزدیک نکن ببین همش فریکی بود چرخیدن سر اون بچه هم خیلی بد بود بعد حالت شوکه آمیز شوکه شده داشتن اینجوری برمیگشت نگاه میکنم من نمیدونم بعدش خوشحال میشی؟ دارم خود گیری You tried these new berries and cream Starburst? Pardon me. What kind of Starburst did you just say? Berries. Berries? Berries and what else? And cream. چه سبینه؟ Berries and cream. Berries and cream. یه ذره I'm a little تشکیل out of those berries جوانی and شده cream. Berries and cream. Berries and cream. I'm a little out of those berries and cream. چرا؟ واقعا چرا؟ چرا همچی چیزایی میساختی؟ نه من مثلا تو اون سالها مثلا این اندازه‌شون بامزه بوده بابا چیزایی بامزه اون زمان هم والا دیدین دیگه گوگل هست فیلماشون هست کارتون ها اتفاقا بهترین کارتون ها همه چی برای اون زمان بوده من احساس کنم تسخیر میشم الان میشه مسخ این یکی شده ترسک نباشه اوه داره جذاب بازی در میاره چرا خیلی فکی یارو چرا؟ هندس برج میلان باید خیلی خوبه چی بود؟ طبیقه چی بود؟ چی نوشته؟ فان این که هیچ چیزی دیگه نوشته من نمیدونم طبیقه چی بود؟ مثلا باشگاه بود یه چیزی بود شبیه لیتل نایتمر زبونم نمیچرخه دیگه این کسی نمیفهمیم تبلیغ چی بوده فکر کنم ژاپنی بود نه اونشو نه کره‌ای چینی آها فکر کنم ژاپنی بود ولی خیلی بد بود افتضاح بود خیلی سم بود اصلا نابود اصلا من نمیدونم و قشنگترینشو فقط بخوام بگم یکی این چیز ترسناکه بود ترسناک اولیه که جارو برده اون با مزه بود یه دونه راک پوشن اینجا که با اینکه دوست دارم بگم شده خیار شور آقای یه سر البته کم حقی کردم در حق راک پوشن اینجا باید خوب اون عظمت فقط آره امیدوارم این ویدیو لذت برده باشی ممنون میشه که ما لایک کنی کامنت بزنید و سابسکرایب کنید و هیچ وقت هیچ وقتی فراموش نکنید که همیشه نوری هست بعدا میبینم خدافظ